خداوند به موسی سخن رانده گفت: در روز یکم ماه یکم مسکن خیمه جامع را برپا نما و در آنجا صندوق شهادت را بمان و پرده را بر صندوق پهن نما و میز را داخل کرده لوازماتش را به ترتیب آور و چراغدان را درآورده چراغ‌هایش را برافروز و قربانگاه طلای بخور را پیش صندوق شهادت بمان و پرده درآمدگاه مسکن را بیاویز و قربانگاه قربانی سوختنی را پیش درآمدگاه مسکن خیمه جامع بمان و لگن را در میان خیمه جامع و قربانگاه بمان و آب در آن بریز و صحن را گرداگرد برپا نما و پرده دروازه صحن را بیاویز و روغن تدهین را گرفته مسکن را با هر آنچه در آن است تدهین نما و آن را با تمام کالایش تقدیس کن و آن مقدس خواهد شد و قربانگاه قربانی سوختنی را با تمام کالایش تدهین نما و قربانگاه را تقدیس کن و این قربانگاه قدس قدس‌ها خواهد شد و لگن و پایش را تدهین نما و آن را تقدیس کن و هارون و پسرانش را به درآمدگاه خیمه جامع نزدیک بیار و آنها را در آب غسل ده و هارون را لباس مقدس بپوشان و او را تدهین نما و او را تقدیس کن تا که برای من کهانت نماید و پسران او را نزدیک بیار و آنها را پیراهن‌ها بپوشان و آنها را تدهین نما چنان که پدرشان را تدهین کردی تا که برای من کهانت نمایند و تدهین یافتن آنها برای کهانت ابدی در نسل‌های آنها خواهد بود. و موسی به عمل آورد آنچنان که خداوند به او امر فرموده بود و جا آورد.